سلام دوستان، به قسمت دوم رادیو پاترول خوش اومدید. میخوایم بهتون نشون بدیم که بعد از 1 سال استفاده از رادیاتور آلومینیومی ماکسیما چه بلایی سر این واشر تحصیلند اومده. یه نکته خیلی مهم داره که بچه ها نصب کردن و ماشینشون جوش آورده. این ماشین منه، واشر تحصیلندی سالمه، هیچ ایرادی نداره، کاملا ملاحظه بفرمایید. یه نکته داره، اگر دقت میکردید خیلی زودتر از اینها نصب میکردید و استفاده میکردید. ببینید توی انبساط توی رادیاتورهای قدیمی اندازش متفاوته، توی این رادیاتورها خیلی بیشتره. شما وقتی رادیاتور جدید نصب میکنید باید از منبع انبساط جدید هم استفاده بکنید. تنها نکته‌ای که داره همینه، فیلر این ماشین باید تو حالت گرم 40 باشه، دود و هوا طبق استاندارد خود نیسان. رادیات به این باریکی جوابتون رو میده، هیچ ایرادی هم نداره. این رادیات فابریک 4 لیتر آب میگیره. این رادیات کاپرا آلومینیومیه که جدید تهیه کردیم، 3 لیتر و 300 جا میگیره. از ماکسیما خیلی بزرگتره و دمای پایین تری داره. ابعاد تقریبا یکیه، همین پشتم جا میشه. نکته دیگه که وجود داره، توی رادیاتورهای مسی از کانال‌های کوچیک‌تر استفاده کردن. بیشترشون هم شبکه ها به صورت افقی نصب شده. همین هم باعث رسوب گرفتنشون میشه و افت کارکرد و افت راندمان و خنک‌کاریشون میشه. توی آلومینیومیا عمودی نصب شده و کانال‌های بزرگتری هم دارن. سرویس و نگهداریش هم خیلی راحته و هیچ نیازی به جوشکاری نداره. همونطور که تصویر میبینید کارکردشون هم معلومه.